سلام، به کانال نجوای شب خوش اومدین. حالا که وارد ویدیوی ما شدین، اینجا ما یه کاری میکنیم که شما راحت بتونین بخوابین. حتی اگه از مشکلات خواب رنج میبرین و خیلی سخت خوابتون میبره، یا شاید اینکه ساعتها در وقت خواب غلط میزنین تا بتونین بخوابین، ما این کارو براتون آسون تر میکنیم تا شما هم لذت ببرین. پس توی رخت خوابتون قرار بگیرین، یک نفس عمیق بکشین، خودتون رو رها کنین و یا از طریق هندزفری یا به صورت آزاد به این داستان زیبا گوش بدین. و من بهتون قول میدم که به آخر این داستان نمیرسین و خیلی زودتر به خواب شیرین میرین. اسم داستان امروزمون هست مرغ سعادت. خارکنی بود که یک زن داشت و 2 پسر، یکی به اسم سعد و یکی به اسم سعید. این خارکن صبح به صبح میرفت صحرا، خار میکند و عصر به عصر خارها را میبرد و میفروخت و زندگیش را میچرخاند. از بد روزگار زن خارکن مرد و خارکن بعد از مدتی زن دیگری گرفت. یک روز خارکن بار خارش را فروخت و راه افتاد در بازار که برای بچه‌هایش خوراک بخرد. در راه به مرد فقیری رسید و به قدری دلش به حال او سوخت که همه پولش را به او داد و دست خالی به خانه برگشت. زن همین که دید شوهرش چیزی با خودش نیاورده، سگرمه‌اش را در هم کرد و گفت: مگر امروز کار نکرده ای؟ مرد گفت: چرا؟ زن گفت: پس چرا دست خالی آمده ای خانه؟ مرد جواب داد: داشتم میرفتم خورد و خوراک برایتان بخرم که رسیدم به مرد فقیری و هر چه داشتم به او دادم. زن گفت: کار خوبی نکرده ای، نان شب ما را بخشیده ای. و پا شد و رفت، از بالای رخت چند تکه نان خشک آورد، گرد و خاکشان را گرفت و نشستند و با هم خوردند. روز بعد خارکن 2 برابر روزهای قبل خار کند، نصفشان را گذاشت در غار و بقیه را برد و فروخت و خوشحال بود که فردا زحمت خار کندن ندارد. فردا صبح وقتی رفت سر وقت خارها، همین که وارد غار شد دید همه خارهایش سوخته و روی خاکسترشان مرغ قشنگی نشسته. خارکن مرغ را گرفت و برد خانه، برایش جای گرم و نرمی درست کرد. 1-2 روز که از این ماجرا گذشت، زن خارکن دید لانه مرغ روشن شده. تعجب کرد، به جلو رفت و خوب نگاه کرد. فهمید مرغشان تخم طلا گذاشته و تخمش در تاریکی مثل چراغی می درخشد. خیلی خوشحال شد
و تخم طلا را برداشت و برد داد به خارکن. خارکن تا چشمش افتاد به تخم طلا نزدیک بود از خوشحالی پر در بیاورد. فوری آن را برداشت و برد بازار و داد به دست زرگری به اسم شمعون. شمعون تخم طلا را خوب وارسی کرد. بعد 100 تومان داد به خارکن و آن را خرید. خارکن با جیب پر راه افتاد در بازار. هرچه لازم داشتند خرید و برگشت خانه. 2 روز که گذشت باز هم مرغ 1 تخم طلای دیگر گذاشت. خارکن به زنش گفت از قرار معلوم این مرغ همیشه تخم طلا می‌گذارد و صحبت 1 2 تا نیست و دیگر مجبور نیستم هر روز برم به صحرا و برای چندرغاز جان بکنم و عرق بریزم. زن گفت تا حالا آنقدر زحمت کشیده ای که برای 7 پشتت بس است. خدا خواسته از این به بعد بنشینی 1 گوشه برای خودت استراحت کنی و هر وقت هم محتاج شدی یکی از تخم مرغ‌های طلا را ببری بازار بفروشی و هر چه دلت خواست بخری بیاری خانه. مدتی که گذشت خارکن باز محتاج پول شد و 1 تخم طلای دیگر برداشت و رفت پیش شمعون. شمعون تعجب کرد که این مرد این تخم طلاها را از کجا می آورد. پرسید عمو جان اینها را از کجا می آوری؟ خارکن جواب داد مرغش را در بیابان در فلان غار گرفتم. شمعون گفت چه شکلی است؟ خارکن نشانی های مرغ را بی کم و زیاد داد به شمعون و شمعون با خودش گفت این مرغ سعادت است که اگر کسی سرش را بخورد پادشاه می شود و اگر دل و جگرش را بخورد شب به شب 1 کیسه اشرفی می آید زیر سرش. رفت در فکر که هر طور شده مرغ را از چنگ خارکن درآورد، اما نیتش را بروز نداد و گفت خیرش را ببینی خیلی مواظبش باش. خارکن گفت خدا به شما خیر دهد و پول را از شمعون گرفت و رفت. در این حین خارکن که پول و پله زیادی گیرش آمده بود هوای سفر به سرش زد. مرغ را سپرد دست زنش و راه افتاد. شمعون که منتظر فرصت بود این پیش آمد را به فال نیک گرفت و رفت سراغ پیرزنی که از حیله‌گری شیطان را درس میداد. گفت ای پیرزن اگر من را به وصال زن خارکن برسانی 1000 اشرفی به تو پاداش میدهم. پیرزن گفت اشرفی هایت را آماده کن و دم دست بگذار و بلند شد چادر چاقچور کرد و در خانه خارکن را زد. زن خارکن در را وا کرد و از پیرزن پرسید مادر با که کار داری؟ پیرزن جواب داد دختر جان الهی قربانت برم داشتم از اینجا رد می شدم تشنه‌ام شد گفتم بیایم 1 چک آب بخورم. زن خارکن گفت چه عیبی دارد؟ بفرمایید تو. پیرزن رفت داخل و زن خارکن از چاه آب کشید ریخت در کاسه و داد دست پیرزن. پیرزن آب خورد و با چرب زبانی
سر صحبت را وا کرد و از زن پرسید تو زن کی هستی؟ زن جواب داد زن فلان خارکن هستم. پیرزن با دست زد روی لپش و گفت واه واه، خدا نصیب گرگ بیابان نکند. حیف نیست تو با این بر و رو این قد و بالا زن یک خارکن باشی؟ خوشگل نیستی که هستی، مقبول نیستی که هستی، ماشاءالله از قشنگی مثل ماه شب 14. تو باید شوهری داشته باشی لنگه خودت، جوان با اسم و رسم، خوشگل و چیزدار. این خارکن را میخواهید چه کنی؟ راستی که این قدیمه ها درست گفتند که انگور شیرین نصیب شغال می شود. زن خارکن گفت چه کنم مادر، قسمت ما این بود. پیرزن گفت این حرفا را نزن دختر، جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است. ولش کن برود به جهنم، خودم برایت شوهری پیدا می کنم، جفت خودت. خلاصه آنقدر به گوش زن افسون خواند که او را از راه به در برد. وقتی دل زن خارکن نرم شد، پیرزن حرف را کشاند به شمعون و بنا کرد از او تعریف کردن. آخر سر گفت راستش را بخواهی شمعون برای تو قش و ضعف می کند و برای رسیدن به وصال تو تا پای جان ایستاده است. بعد از گفتگوی زیاد قرار شد زن خارکن فردا شب شمعون را دعوت کند به شام و مرغ تخم طلا را برایش سر ببرد و بریان کند. عصر فردا زن خارکن مرغ را کشت، خوب بریانش کرد و گذاشتش زیر سبد که برای شام حاضر باشد. بعد رفت مشغول جمع و جور کردن اتاق شد. در این موقع سعد و سعید از مکتب آمدند خانه و رفتند سبد را برداشتند و چشمشان به مرغ بریان افتاد. خواستند شروع کنند به خوردن، اما ترسیدند زن بابایشان کتکشان بزند. این بود که یکی از آنها سر مرغ را خورد و دیگری دل و جگرش را، چون فکر می کردند وقتی یک مرغ درشت و درسته هست کسی به فکر سر و دل و جگرش نمی افتد. همین که هوا تاریک شد شمعون شاد و شنگول آمد سر وقت زن خارکن. بعد از سلام و احوال پرسی گفت اول مرغ را بیار بخوریم که خیلی گشنه‌ام. زن سفره را انداخت و رفت مرغ را گذاشت جلو و آورد برای شمعون و گفت بسم الله، بفرما نوش جان کن. شمعون به هوای سر و دل و جگر مرغ دست برد جلو، اما دید ای داد و بیداد، نه از سر مرغ خبری هست و نه از دل و جگرش. گفت مگر این مرغ دل و جگر و سر نداشت؟ زن گفت چرا؟ شمعون پرسید پس کو؟ زن جواب داد نمیدانم، برم ببینم چه شده. و پا شد و رفت در حیاط. از سعد و سعید پرسید شما آن را خورده اید؟ آنها هم سرشان را انداختند پایین و از ترس چیزی نگفتند. زن 3-4 تاسه قلمه زد به آنها و برگشت پیش شمعون. گفت کار همین ورجک های خیر ندیده است. حالا اصل کاریش که دست نخورده سر جاش هست، از سینه و رانش میل بفرما. شمعون گفت تو خبر نداری، تمام خاصیت این مرغ در سر و دل و جگرش است.
تند برو بچه ها را بیار، شکمشان را سفره کنیم و آنها را دریابیم. زن گفت بهتر، اینطوری هم از شر 2 بچه در دوز راحت میشم. و از همون جا که نشسته بود بچه ها را صدا زد. وقتی جوابی نشنید پا شد رفت در حیاط. اینور و آنور سرک کشید و دید خبری از آنها نیست. آخر سر رفت در دالان و دید در خانه 4 تاق باز است. برگشت پیش شمعون و گفت هر 2 تاشون رفتند. شمعون هم رفت. زن دست شمعون را گرفت و گفت مرغ به جهنم، من که هستم. شمعون گفت عجب زن نفهمی هستی، من به هوای سر و دل و جگر مرغ آمده بودم اینجا، آن وقت این را به حساب خودت میگذاری؟ زن گفت ای روباه حقه باز و بنا کرد به داد و فریاد. شمعون هم زد شکم زن را پاره کرد و خواست فرار کند که همسایه ها سر رسیدند و حقش را گذاشتند کف دستش. حالا بشنوید از سعد و سعید. وقتی شمعون و زن خارکن قرار گذاشتند که بچه ها را بکشند و سر و دل و جگر مرغ را بخورند، سعد و سعید حرفهایشان را شنیدند و از ترس جانشان از خانه زدند بیرون و راه بیابان را در پیش گرفتند. یک بند رفتند تا کله سحر رسیدند به چشمه‌ای که چند درخت کنارش بود. سعد و سعید که دیگر از خستگی نمی توانستند قدم از قدم بردارند همانجا گرفتند خوابیدند. تازه آفتاب در آمده بود که میان خواب و بیداری شنیدند 2 کفتر بالای درخت با هم حرف میزنند. یکی از کفترها گفت خواهر جان. آن یکی جواب داد جان خواهر جان. این 2 برادر که زیر این درخت خوابیده اند سر و دل و جگر مرغ سعادت را خوردند. آن که سر مرغ را خورده به پادشاهی میرسد و آن که دل و جگرش را خورده هر شب 100 اشرفی می آید زیر سرش. وقتی سعد و سعید از خواب بیدار شدند سعید دید 1 کیسه اشرفی زیر سرش است. خوشحال شد و گفت ای برادر، معلوم شد حرف کفترها راست است و تو هم به پادشاهی میرسی. بعد پا شدند، دست و رویشان را شستند و باز راه افتادند. رفتند تا رسیدند به سر دوراهی. خوب به دور و برشان که نگاه کردند دیدن روی تخت سنگی نوشته شده ای 2 نفری که به اینجا میرسید، بدانید و آگاه باشید که اگر هر 2 به یک راه قدم بگذارید کشته خواهید شد و اگر راهتان را از هم جدا کنید به مقصود خواهید رسید. سعد و سعید وقتی نوشته را خواندند غصه دار شدند، دست انداختند گردن هم، سر و روی یکدیگر را بوسیدند و هر کدام به راهی رفتند. سعد بعد از چند شبانه روز رسید به نزدیک شهری و دید هلهله غریبی است. مردم همه سیاه پوشیدند و جمع شدند بیرون شهر. از مردی پرسید برادر، چرا همه اهل این شهر سیاه پوشیدند و آمدند بیرون؟ مرد نگاهی کرد به سعد و گفت مگر تو اهل این ولایت نیستی؟ سعد جواب داد غریبم و تازه از راه رسیدم. مرد گفت بدان که 4 روز است پادشاه این شهر مرده و چون تاج و تختش بدون وارث مانده همه جمع شدند اینجا که باز بپرانند هوا و ببینند روی سر چه کسی می نشیند تا او را پادشاه کنند. بعد لباس عزا را از تنشان درآورند و 7 شب و 7 روز جشن بگیرند. در این موقع
باز را پراندند به هوا و منتظر ماندند ببینند چه پیش می آید. باز چند مرتبه بالای جمعیت چرخ زد و یک راست آمد پایین، نشست روی سر سعد. مردم بنا کردند، به پا کوبیدن و دست زدند و سعد را در دست بلند کردند و با عزت و احترام بردند به قصر. تاج پادشاهی را گذاشتند به سرش و همه فرمان بردارش شدند. این را داشته باشید و بشنوید از سرگذشت سعید. سعید هم رفت و رفت تا رسید به شهری که قصر زیبایی در وسط آن بود و یک دسته جوان رشید و خوش‌سیما دور و بر قصر نشسته بودند در خاکستر. رفت جلو، از یکی پرسید: ای جوان، این قصر کیست و شماها چرا به این حال و روز افتاده اید؟ جوان گفت: این قصر دلارام دختر پادشاه این دیار است که در 7 اقلیم همتا ندارد و هر که بخواهد روی او را ببیند باید شبی 100 اشرفی بدهد. همه ما برای دیدن او دار و ندارمان را داده ایم و چون دیگر اعتنایی به ما نمی کند، ما هم از غم عشق او خاکستر نشین شده ایم. سعید در دلش گفت: من که هر شب 100 اشرفی می آید زیر سرم و ترسی ندارم که مثل اینها خاکستر نشین شوم. خوب است بروم این دختر را ببینم و اقلاً 1 هفته پیش او باشم. و پیغام داد دلارام را می خواهد ببیند. غلام‌ها پیغام را رساندند و برگشتند، سعید را بردند در قصر و در اتاقی جای دادند که سقف و دیوارهایش همه از آینه بود و از زیبایی هوش از سر آدم می برد. طولی نکشید که دلارام پیش سعید آمد. به او گفت: خوش آمدید و با هم گرم صحبت شدند تا وقت شام رسید. کنیزها سفره انداختن و شام و شراب و شیرینی های جور و واجور آوردند. بعد از شام مطربها مشغول شدند به ساز و رقص و آواز تا وقت خواب رسید و دلارام به بهانه‌ای از اتاق بیرون رفت. دلارام 40 کنیز داشت که همه با او مثل سیبی بودند که از وسط نصف کرده باشی. از آن شب به بعد موقع خواب به بهانه‌ای بیرون می رفت و یکی از آنها را جای خودش می فرستاد پیش سعید و صبحها قبل از اینکه سعید از خواب بیدار شود کنیز می آید بیرون و دلارام جای او می رفت. سعید 40 شب در خانه دلارام بود و از دیدن او سیر نمی شد و هر روز طوری که هیچ کس نفهمد 100 اشرفی از زیر سرش بر می داشت و می داد به او. دلارام شک برش داشت که سعید این همه اشرفی را از کجا می آورد و آخر سر بود که او دل و جگر مرغ سعادت را خورده. این بود که شب 41 شرابهای کهنه را رو کرد و تا آنجا که می توانست به سعید شراب داد و او را سیاه مست کرد طوری که
حال سعید به هم خورد و دل و جگر مرغ سعادت را بالا آورد. دلارام فوراً دل و جگر مرغ را شست و خورد و همانجا خوابید. فردا صبح سعید بیدار شد و دست برد زیر سرش که 100 اشرفی بردارد، اما دید از آنها خبری نیست و فهمید که چه بلایی سرش آمده و بی سر و صدا از آنجا بلند شد و طوری که هیچ کس ملتفت نشود از قصد دلارام بیرون زد و به بیابان رفت تا رسید به نزدیک شهری و دید 3 جوان با هم دعوا می کنند و داد و غال را انداختند. جلو رفت و پرسید چه خبر است داد و بیداد می کنید؟ جواب دادند سر تقسیم ارث پدرمان دعوای ما شده. گفت شما کی هستید؟ گفتند پسران شمعون. گفت از پدرتان چه خبر؟ گفتند خدا روز بد ندهد، پدرمان به هوای مرغ سعادت رفت خانه خارکن، ولی سر و دل و جگر مرغ را پسرهای خارکن خوردند و فرار کردند. پدر ما هم اوقاتش تلخ شد و زد شکم خارکن را پاره کرد و همسایه ها ریختند او را کشتند. گفت خدا رحمتش کند، حیف شد. حالا سر چی دعوایتان شده؟ گفتند سر قالیچه و انبان و سرمدان حضرت سلیمان. گفت اینها چندان قابل نیستند که سرشان این همه جار و جنجال و بگو مگو را انداخته اید. گفتند پس خبر نداریم، این چیزها به دنیایی می ارزد. گفت چطور؟ گفتند اگر روی قالیچه سلیمان بنشینی و بگویی یا حضرت سلیمان من را به فلان جا برسان، قالیچه بلند می شود هوا و تو را صاف می برد به جایی که گفته ای. این انبان هم به اسم حضرت سلیمان هر جور خوراکی که از او بخواهی در یک چشم هم زدن حاضر می کند. این سرمه هم خاصیتی دارد که وقتی آن را به چشم بکشی هیچ کس تو را نمی بیند. سعید گفت اگر اینطور است همه اینها باید مال کسی بشود که از همه زرنگ‌تر است، چون چنین چیزهایی با ارزشی حیف است پیش این و آن پرپخش شود. پسرها گفتند قربان آن فهم و شعورت که لب به مطلب را گفتی. ما هم از همون اول که پیدایت شد با خودمان گفتیم تو را خدا رسانده بین ما صلح و صفا برقرار کنیم. سعید گفت حالا من سنگی می اندازم طرف بیابان، هر که رفت آن را آورد معلوم می شود از بقیه زرنگ‌تر است و همه اینها می شود مال او. برادرها گفتند قبول داریم. سعید سنگ سفیدی برداشت، تمام زورش را جمع کرد در بازویش و سنگ را انداخت. پسرهای شمعون سراسیمه دویدند طرف سنگ. سعید هم انبان و سرمدان را برداشت، نشست روی قالیچه و گفت یا حضرت سلیمان من را برسان به قصر دلارام.